حتی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در دعاش گفتن اللهم اینی احرج حق ضعیفین. ببینین من در پیشگاه پروردگار بالای این دو انسان ناخوب نادرکار دعوا دارم. من دو انسان در پیشگاه پروردگار بالاشان دعوا میکنم. اینا گویم بنده های گناهگار خداهند. کیا باشند؟ یکم آن شخصی که حق زن پایمال میکند، دویم شخصی که حق یتیم میخورد. تو تصور نکن که من زن زیر لطکو قرار دادم یا زن دشنام دادم، مقصد در اینها تو گویا که جوان مرد باشی و تو گویا با غیرت باشی و تو گویا یگید باشی در بین. نه، تو پسترین جوانی به نام خدا، تو خلاف خدا و خلاف گفته